مستر بیست یا همون جیمی خودمون اینجا قراره به مدت 1 هفته خودش رو توی یک قبر حبس کنه و به خاطر همین از دستیاراش میخواد که در حالی که خودش توی تابوت لاکچری قرار داره برش دارن و زنده به گورش کنن. اون بعدش تو دوربینش به صورت زنده در مورد تجهیزات تابوتش توضیح میده و میگه برای شاشیدنم باید از این بطری استفاده کنم و همینطور کل چیزایی که قراره منو سیر نگه دارن توی این مدت همین اسنک‌هایی که میبینید به علاوه 5 گالون آب. یکم بعد جیمی برای اینکه خیالش راحت بشه که دوستاش مراقبشن باهاشون از طریق بیسیمش درد و دل میکنه، اما اون 3 تا گوزمغز حرفاشو جدی نمیگیرن و به خاطر همین جیمی مجبور میشه کپه مرگشو بذاره و قبل خوابیدنش میگه خواب زیاد مهمترین استراتژی من توی این 7 شبانه روزه و باعث میشه کمتر حس کنم اینجا گیر افتادم. روز بعد جیمی غذای آماده رو گرم میکنه و همزمان هم دوستاش اون بالا در حال لنبوندن استیکن. بعد شب که میشه اون 3 تا شلمغز شروع میکنن به سوراخ کردن قبر جیمی تا بتونن از طریق یه لوله یه دوربین رو رد کنن اون پایین تا بتونن مستر بیستمون رو ببینن. یکم بعد جیمی از شدت غاز پروندن شروع میکنه و باقی کیفایی که اونجا هستن رو میگرده و یه دفعه عکس مادر دوستش نولان رو پیدا میکنه و بعدش این موضوع رو به نولان خبر میده و نولان هم حسابی فشار میخوره، اما جیمی عکس مادر نولان رو میچسبونه به سینه‌اش تا بتونه خوابش ببره. روز دوم چالش با کرم ریختن نولان و بقیهشون شروع میشه تا اینجوری جیمی رو از خواب بیدار کنن. یکم بعد بچه‌ها تصمیم میگیرن که یه حفره رو تو همون نزدیکی بکنن تا بتونن تا نزدیک قبر جیمی ادامهش بدن و اونا همزمان صدای بلندگوها رو هم زیاد میکنن تا جیمی متوجه سر و صداشون نشه. میبینیم که این فرآیند تا شب طول میکشه و جیمی در حالی که متوجه قضیه نشده میگه به توصیه دکترم باید هر روز تحرک داشته باشم تا دچار لختی خون نشم، چون دراز کشیدن زیاد ممکنه باعث مرگم بشه، اما خب بعدش میگیره کپشو میذاره. تو روز سوم چالش میبینیم که دوستای جیمی اونقدر هم بی‌معرفت نبودن و تا صبح بیدار موندن که عملیات 7 باری رو تموم کنن. یکم بعد در حالی که جیمی داره وضعیتش رو توضیح میده دوستاش از طریق تونل خودشون رو بهش میرسونن و اینجوری حسابی غافلگیرش میکنن و جیمی هم به نشونه احترام عکس مادر نولان رو بهشون نشون میده و میگه این تنها چیزی که توی وضعیت فعلی منو سر پا نگه داشته. صبح روز 5 چالش هم فرا میرسه و از اونجایی که کانال مستر بیست به 200 میلیون سابسکرایب رسیده دوستای جیمی یه وای فای رو روشن میکنن تا جیمی بهش وصل بشه و به صورت زنده با همین لحظه رو جشن بگیرن. بعد از تموم شدن جشن دوستای جیمی میرن پی سرگرمیشون و بعدش جیمی که تنها میشه میبینیم که کم کم بغضش میگیره و میگه این اتفاق یعنی 200 میلیونی شدن کانالم منو خیلی خوشحال کرد، اما چون دارم این لحظه رو تنهایی جشن میگیرم برام واقعا آزاردهنده است. تو روز 6 چالش دوستای جیمی که میخوان از احوالش باخبر بشن اون بیسیمش رو قطع میکنه و به بیننده هاش میگه من تمام تلاشمو میکنم تا براتون حرف بزنم، ولی حقیقتا دیگه علاقه‌ای به صحبت کردن ندارم و میخوام زودتر از اینجا برم بیرون. یکم بعد نولان برای خوشحال کردن جیمی مادر و پدر خودش رو میاره به اونجا و اونا بعد تعریف کردن خاطرات شرم‌آور نولان باعث بهتر شدن حال جیمی میشن. بله، بالاخره روز آخر چالش هم از راه میرسه و دوستای جیمی شروع میکنن به کندن قبرش و همزمان جیمی میگه مطمئنم اولین چیزی که دوستان موقع دیدنم میگن اینه که چقدر چوسیدی پسر. دقایق آخر چالش وقتی که خاک‌ها برداشته میشن جیمی با دیدن نور خورشید گریهش میگیره و بعدش میگه معلوم نیست که وقتی بلند شدم از شدت لخته خون قراره بمیرم یا نه. 1 دقیقه بعد وقتی در تابوت رو باز میکنن جیمی و دوستاش در حالی که خوشحالن یه پزشک رو میارن تا بتونه جیمی رو معاینه کنه. خوشبختانه پزشک اوکی رو میده و جیمی با خوشحالی زیاد در حالی که مردم هم اون طرف دارن تشویقش میکنن بالاخره از قبرش میاد بیرون و با بقیه موفقیتش رو جشن میگیره.
مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. به امید دیدار.